اخیر ما برای فرزندان خود کی کتاب خریدیم؟ آیا ادبیاتی که برای کودک و نورس در تاجیکستان به نشر میرسد به زمان معاصر و دانش‌های زمان معاصر جوابگو است؟ درود دوستان عزیز، برنامه دور است و ما در این برنامه اطراف طبع و نشر ادبیات کودک و همچنین دانش‌های رسانه‌ای صحبت میکنیم. درود به شما، خوش آمدید به برنامه. و امروز کارشناسان به برنامه ما تشریف آوردند و اطراف موضوعی که امروز پیشنهاد کردیم صحبت خواهیم راست. من میخواستم بدونم که امروز ادبیات کودک همه ساله چقدر به نشر میرسد؟ متاسفانه شماره تعداد چاپ کتاب ها نیز خیلی کم است. کتاب هایی که امروز برای مثال مؤسسه نشریه ادیب چاپ میکند 1000 نسخه است. 1000 نسخه. سال گذشته وزارت فرهنگ تاجیکستان برای نشر کتاب های بچگانه 300,000 جدا کرد برای نشریات ادیب. اگر گوید که تعداد نشر کتاب ها را زیاد میکنیم باید که نامگوی کتاب ها کم کرده شود. ما در این مبلغی که جدا شد 21 نامگوی کتاب چاپ کردیم، کتاب های بچگانه، هر کدام با تعداد 1000 نسخه. ولی اگر ما اینو 2000 و 3000 و 5000 اگر چاپ کنیم تعداد ممکن که 10 نامگوی شود. با فروش میروند کتاب ها میخرن؟ این مسئله علاوه است. یعنی متاسفانه نه همه کتاب های بچگانه و عموما کتاب ادبیات بدیهی با شهر و ناحیه ها با نقطه های اساسی کتاب فروشی رسانیده می شوند. زیرا که نه در همه مرکزهای ناحیه ها یا که دهه های کلان نقطه های کتاب فروشی وجود دارد. خوب در چند از ناحیه ها و شهرهای کلان هست، لیکن نه در همه. به دهات ها نمیرسند. به دهات ها نمیرسند. شاید مخلصان و تشنگان کتاب بچگانه در جستجوی کتاب باشند، لیکن پیدا کرده نتوانند. در شهر هم مغازه های کتاب فروشی خیلی کم است. من میخواستم بدونم که ادبیات کودکی که در تاجیکستان به نشر میرسد بیشتر فراگیر کدام موضوع ها است؟ موضوع بی‌آخر است. خود ما در موضوع وطن پروری، وطن دوستی، موضوع احترام و حرمت کلانسالان، در خصوص دانش، خوانش، آموزش و چه خصلت برای در ادبیات باید باشد که یا هست که بیان کوشش میکنیم که همه خصلت های حمیده آدم ها را دارا باشند کودکان. برای تعلیم و تربیه همه طرفه کودک باید جوابگو باشد اثرهایی که نوشته می شود و چاپ می شود. همین خیلی باید موضوع به آخر هستند. دانش های زمان معاصر، مثلا فرهنگ استفاده اینترنت یا که خاصه مثلا دانش های رسانه‌ای تا چه حد مهم هستند در زمان معاصر در ادبیات ما؟ بسیار خوب است که این عمل، یعنی آموزش اینترنت و کامپیوتر در مکتب ها تعلیم داده می شود و کودکان با طرز درکاری انسان می آموزند، از خود میکنند. خب برای کلانسالان، برای همچون ما آدمان کلانسالان مشکل تر. برای آن که ادیبان به همین موضوع ها برگردند، یعنی همین دانش های رسانه‌ای، دانش های زمانی معاصر رو در نوشته های خود جا کنند، باید چی کار کنیم؟ خب همین نوشتن، تشویق و ترغیب کار با کامپیوتر و اینترنت بفکرم حاجت نداره، چون که این در مکتب می آموزند، در خانه همه می آموزند، اینجا اصول میکنند. خب در این موضوع شاید اثرهای اطلاعاتی باید نویسند و آنهایی که برای بچه ها در ساحه نثر زحمت میکشند، خدمت میکنند، نویسنده ها باید یک همون حکایه های اطلاعاتی باید نویسند که خب با شوق و ذوق بچه ها به این بیشتر گردد. وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان البته با تامین ادبیات تعلیمی اصلا روانه شده از فعالیتش، ولی در برابر این برای غنی گردانیدن کتابخانه های مکتبی با کتاب های بدیهی نیز تشبث ها روی دست گرفته شده است. تا یک زیاده از 5 سال اخیر وقتی ما تحلیل کردیم حدودی بیش از 4 میلیون نسخه کتاب بدیهی بچگانه
و کتابخانه‌های مکتبی دسترس شده است. اینا اصلا همون کتاب‌هایی هستند که مؤسسه نشریه ادیب، مؤسسه نشریه معارف تهیه کردن و ما از اون به توسط این مؤسسه‌ها کتاب‌ها رو دسترس کردیم. ولی بعداً چند سال قبل با همکاری شریکان رشد ما یک گروه بسیار با نفوذ مؤلفان ادبیاتی بچگانه رو جلب کردیم و با استفاده از همون تعلیم ها که آموزش ها که با اشتراک مشاوران بین المللی دایر گردید کتاب های تازه رو روی چاپ آوردیم و با استفاده از مشاوران بین المللی ما به تهیه کتاب های اطلاعاتی شروع کردیم و همچنین کتاب های اثرهای صحنوی و اثرهای بدیعی و یک نوگانه خصوصیت کاری ما این بود که ما با سن سال با سطح دانش خوانندگان کتاب ها رو موافق کردیم. مثلا برای صنف یکم اگر که ما یک کتاب رو توصیه دهیم باید دانیم که این در اول سال تحصیل کودک خواند درست میفهمد یا که در آخر سال یا که در میانه سال و وابسته به همین با سه سطح این کتاب‌ها جدا کرده شده است. کتاب‌های اطلاعاتی چگونه کتاب‌های اطلاعاتی بوده؟ تجربه تهیه کتاب‌های اطلاعاتی برای کودکان اصلا از سال‌های پنجم عصر 20 در تجربه بین‌المللی در تجربه جهانی روی کار آمده است. ولی تا زمانی که ما با کار شروع کردیم الکی سریدکس انسیکلوپدی ملی تاجیک هم چند کتاب‌های رو روی چاپ آورده بودن، از جمله همون کتابی چی کی در کجا که اصلا این هم مثلا با استفاده از کتاب‌های در همین موضوع تهیه شده آماده شده است و ولی همین کتاب رو هم با این گروه کتاب‌های اطلاعاتی وارد کردیم، بازنشر کردیم با همکاری سریدکس انسیکلوپدی ملی تاجیک و باز همین گونه کتاب‌ها درباره مثلا طبیعت، درباره عالم حیوانات، درباره تکنیک و همان چیزی که کودکان دانسته میخوان در زمان امروز به شکل کتابچه اطلاعاتی ما اینها رو تهیه کردیم و دسترس کردیم. من همچون کارمند سریدکس علمی انسیکلوپدی ملی تاجیک طور برادر عزیز گفتن کتاب‌های ما معمولا علمی عمومی هستند یا خود یک شکلی از کتاب‌های اطلاعاتی هستند که برای تکمیل دانش‌های کودکان و نورسان جامعه تاجیکستان درباره خوب ساحه‌های مختلف بسیار مساعدت میکنند. تقریبا از سال 2013 ما تجربه تهیه کتاب دانشنامه ها برای کودکان داشتیم و پس از نشر یکی از دانشنامه های بسیار معتبر که از جانب جامعه مملکت خیلی خوش پذیرفته شد، دانشنامه مختصری کودکان و نورسان، در سال 2013 نشر اول این کتاب چاپ شد و با جامعه پیشنهاد شد. دیگر خلاصه شد که باید یک شعبه مخصوص تأسیس شود و با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت شعبه تهیه دانشنامه برای کودکان و نورسان در مؤسسه ما تأسیس شد و اینک از سال 2015 با این سو تقریبا 21 نامگو کتاب‌های دانشنامه برای کودکان و نورسان تهیه کردیم و در مسئله قبول چگونه قبول شدن این کتاب‌ها از جانب جامعه تاجیکستان راستی من فکر میکنم بسیار خوشحال کننده بود، چون بعضی از کتاب‌های ما تهیه شدن، چاپ شدن و ما وادار شدیم که بار دیگر آن را نشر کنیم، چون دیگر از نسخه های چاپ شده اون دیگر باقی نمانده بود. طبیعی است که نورسان کودکان با تکنولوژی زمان معاصر خاصه اینترنت خیلی ارتباط قوی دارند و همه روزه با اطلاعات روبرو میشوند، اطلاعاتی که امروز به نشر میرسد و اطلاعات نیز چند نمود می شود. اطلاعاتی هستند که دروغ هستند و آن گونه آنها را پهن میکنند که مردم به آن باور میکنند و در زمان معاصر داشتن دانش‌های معاصر نه تنها برای کلانسالان، خاصه دانش‌های رسانه‌ای، نه تنها برای کلانسالان، برای خردسالان و کودکان و نورسان نیز خیلی مهم است، چون آنها به واسطه با اینترنت سر و کار دارند و با این گونه اطلاعات زیادی که امروز جامعه جهانی را فرا گرفته است و میتواند که به ذهن و افکار و اندیشه کودکان تاثیر گذارد روبرو میشوند. برای مثلا دوچار نشدن با همین گونه سوء تفاهم ها و همچنین با اطلاعاتی بر دروغ و اطلاعاتی که ضرر رسان است، آیا برنامه هست که همین گونه کتاب ها نشر شود و دانش رسانه‌ای آنها را بیشتر کنند؟ من فکر میکنم که سبب اساسی که کودکان یا نورسان دچار اطلاعات نالازم میشوند، خب فضای اینترنت که یک فضایی است که اینا اداره کرده نمیشود. بله، به همین خاطر فکر میکنم که تهیه و تدوین و به چاپ رسانیدن شماره هرچی بیشتری کتاب‌های اطلاعاتی دانشنامه‌ای
و در فضای اینترنت گذاشتن بعضی از مطلب‌های اینها، بعضی موضوع اینها یا شکل کاملی خود کتاب مساعدت میکند که یک بخشی از فضای اطلاعاتی ما با معلومات لازم پر می شود و با این واسطه در ذهن خواننده نورس یا خردسال ما معلوماتی لازم جا می شود. با پدر و مادران کار کردن چی؟ مثلا برای آنها نیز همگونه ادبیات روی کار آوردن که مثلا به فرزندان خود بفهمونن و یا اینکه با آنها کار بگیرن. خب اگر توجه کرده باشید با کدام یکی از نشر کتاب‌های دانشنامه‌ای مؤسسه ما که برای کودکان و نورسان است، حتما در پیشگفتار این کتاب‌های ما یک دستور عملی برای والدین نوشته شده است که چگونه همراه با فرزندان خود در مطالعه این کتاب‌ها کمک رسانده باشند. فضای اطلاعاتی ما خیلی گوناگون ساحه و خیلی وسیع است و نظارت کردن آن که کودک به کدام سمت فضای اطلاعاتی وارد می شود مشکل است و یک مسابقه هم هست بین کتاب کاغذی و کتاب اطلاعاتی از طریق اینترنت ها، کتاب‌های الکترونی. بله. و من فکر میکنم که برای کودکان خردسال حداقل تا صنف‌های بالایی بیشتر با کتاب کاغذی باید سر و کار داشته باشند و اونها را نه چندان باید که با اون کتاب‌های الکترونی و فضای اطلاعاتی عادت کنندن در کار است. زیرا آنچه که با چشم می‌بیند، با دست لمس می‌کند، با ذهنش قبول می‌کند دیگر است تاثیرش. برای این باید که صفت کتاب‌ها هم از لحاظ صفت آرایشی، پالیگرافی، هم از لحاظ مضمون و مندرجه خیلی جالب باشند. فکر می‌کنم برای خواننده تاجیک پیدا کردن تمام کتاب‌ها از فضای اطلاعاتی یعنی شکل الکترونیک کتاب‌ها دشوار است. زیرا نه همه کتاب‌ها وجود دارند شکل الکترونیشان و اکثرا کتاب‌ها با زبان روسی هستند و وقتی که کودک به اونجا وارد می شود به سمت‌های دیگر او را می‌کشاند. برای همین من فکر می‌کنم که در نوبت اول از باغچه، از مکتب، از خانه باید که با کتاب‌های کاغذی، با کتاب‌هایی که جالب هستند آشنا کردن در کار و فکر میکنم که برای این پیش از همه صفت آرایش پالیگرافی کتاب‌ها را بلند برداشتن در کار. کتاب‌ها ترجمه می‌شوند، کتاب‌های بچگانه ترجمه می‌شوند و ما چندی کتاب‌ها رو ورق گردان کردیم که مثلا در مغازه‌های کتاب به فروش هستند ولی زبان آنها، ترجمه آنها درست نیست. حتی برای کلانسالان فهمیدن اون کتاب‌ها سخت است. بله. چرا این گونه است؟ برای اینکه اکثر ادیبانی که برای کودکان و نورسان می‌نویسند سن و سالشان به جای رسیده است. از جمله استاد جوره هاشمی، یوسف جان احمدزاده و دیگران. اما ادیب جوانی که برای کودک ایجاد کند امروز انگشت شمار است، پیدا نمی‌شود. و اگر از امروز ادیبان جوان مشغول نشوند برای نوشتن به کتاب‌های بچگانه، فردا یک فضای خالی نسبت ادبیات کودک باقی میماند. همچنین درباره ترجمان‌ها نیز همین گپ را گفتن ممکن است. زیرا ترجمان‌ها هستند اما حالا سویه ایجادی آنها به اون درجه که لازم است وجود ندارد و مشکلات دیگری که نسبت این ادبیات وجود دارد این نبودن رسامان نسبت ادبیات کودک هست. همگی 2-3 نفر رسام وجود دارد که اونها فرصت نمی‌یابند تمام کتاب‌های مورد نشر قرار گرفته را آرایش بدهند و از همین جاست که اکثرا کتاب‌ها از طریق صورت‌هایی که از اینترنت گرفته می‌شود آرایش داده می‌شوند و اون تاثیرش نسبت تربیت ذوق کودک بسیار سست است. بچه‌ها از اینترنت چیزای درکاری گیرن، درکاری بفرم بچه‌های تربیت کردن در کار در این مسئله و هم گفتن در کار معنی مثلا یا دخترم
چیزی به خودت در کار بگیر، همه چیز نبین. یک همین آداب استفاده از اینترنت در روحی بچه‌ها تربیت کردن. میشه در ادبیات نیست همین چیزا رو بنویس و توسط داستان و حکایه و قصه ها همین چیزا رو برای کودک فهموند. ممکنه اکنون اون کاری کردن در کار که برابری همین تعریف و توصیف کتاب استفاده از اینترنت هم به شوق و رغبت بچه‌ها بیدار کنیم. یعنی یک کاری کنیم که از هر دویش به ملال استفاده بود، عیب نباشد این فقط کتابخانه نیو، هم از کتاب مقرری و هم از اینترنت استفاده بود تانن. این خیلی کارهای نوشته بچه‌های تشویق کرده تربیت کرده ممکن است، من فکر میکنم. صفت ترجمه بعضی کتاب‌ها خوب نیست، این مشاهده می شود، ولی در قیاس باز کتاب‌های زیادی هستند که ترجمه خوب شدگی هستند، مخصوصا در شناخت درستی همه اون پدیده ها و دستاوردهای نوی علمی تکنیکی جایگاه اول دانشنامه‌ها دارند. البته ادبیات بدیعی بسیار جزء مهمی کتابخوانی هر یکی ما است، همه انسان ها است، چون شناخت و همون تربیت درستی اخلاقی و معنوی و سخنوری و تفکر همه اینها وابسته به ادبیات بدیعی است. ولی دانشنامه‌ها کتابایی هستند که اینا در اساس دستاوردهای علمی نشر کرده میشن. آن چیزی که واقعیت هست اینها تهیه میشن و موافق با ذهنی، بله اینا علمی عمومی هستند. تجربه تهیه و تدوینش هم در کشورهای پیشرفته خیلی موفق هست و ما از این بهره هم میگیریم. زبان دانشنامه ها برای کودک باید چگونه باشد؟ شما این معیار رو دانشنامه در مجموع معیاری در کل زبان ها یک معیاری عمومی دارد، یعنی با ارائه هرچی کمتر معلومات دادن دانشی هرچی بیشتر. هر گونه کتابی که ما از توسط مؤسسه نشریه که نامبر کردیم، هم مؤسسه نشریه ادیب، هم مؤسسه نشریه ادبیات کودکانه و مؤسسه نشریه معارف، همچنین همون کتاب‌های درسی که ما با همکاری شریکان رشد البته با موافقه نهادهای داخلدار آنها را تهیه میکنیم، اکثر این کتاب‌ها رایگان دسترس کرده میشوند. با استثنای کتاب‌هایی که ما از مؤسسه نشریه دست میگیریم، کتاب‌های بدیعی که ما با همکاری مثلا شریکان رشد تهیه میکنیم رایگان به هر کتابخانه دسترس میشد، ولی تعدادش خیلی کم. مثلا به هر یک کتابخانه یک نسخه دو نسخه دسترس میشد که برای فراگیری کتابخانه کودکان این چیز کفایت نیست. اصلا اگر تخمین کنیم در یک مکتب 800 900 خواننده باشد، بردن 2 کتاب این خیلی از حقیقت دور است. بسیار می شود حالتی که یک کتاب 1000 نسخه نشر می شود و پس از بسیار خوش پذیرفته شدن و خریداری شدن، به همه جا دسترس شدن و تمام شدن مقدار نسخه های همین کتاب و موجود بودن طلبات باز به همین کتاب، نشر دومی آن به تب رسانده می شود. این تجربه هم هست و همین خاطر عدد نشر بسیار سخت ضرور نیست که در نشر اول خیلی زیاد باشد. مثلا شکل الکترونی آنها را در اینترنت گذاشتن و همچنین براه ماندن کتاب‌های صوتی تا چه اندازه مهم است؟ یک طلبات بسیار قطعی زمانی معاصر است. همین کتاب‌های صوتی برای فراگیر زیادتر شدن است. بله، برای تکرار هم شود، برای پر کردن یک بخشی فضای همین اطلاعاتی خودمان با معلومات لازم و درست که برای دانش‌های کودکان و نورسان ما را به سمت خوب راهنمایی میکنند، همین اقدام گفته شما بسیار کاری موافق است. بله. شما چه نظر دارید وقتی که یک کتاب مثلا با لحن خوب، با لحن خیلی زیبا به طور صوتی گردانده می شود و توسط اینترنت پهن می گردد و فراگیری آن طبیعی است که بیشتر می گردد؟ راجع به این نه تنها کتاب‌های صوتی بلکه کتاب‌های ما دیدیم در دیگر کشورها که به شکل بازیچه ساخته می‌شوند. کتاب است وقتی می‌کشد یک ماشینچه است یا یک وی است و در برابر این در اونجا باز دیسک‌های دیگر هم هست در پهلوی کتاب. یعنی به هر واسطه باید که ذوق کودک به کتاب جلب باید کرد، هم آرایش، هم با طریق صوتی، هم با مضمون جالب. پیش از همه مضمون جالب کتاب از همه مهمتر است. اگر او صوت هم داشته باشد، شکل زیبا هم داشته باشد، اگر مضمون کتاب به کودک خوش نآید، یک بار میکشد دوبار تمام.
ҳамин хел бояд китоб бошад ки кӯдак аз он китоб дилканда натавонад пайваста ба китоб машғул бошад. ва мутаассифона ҳоло чунин имкониятҳо дар кишвари мо камтар ҳаст. ва ҳарчанд ки сифати китоб дар кишвари мо назар ба 20 сол пеш хеле пешрафта аст. масалан китобҳое ки инҷо ҳастанд дар намоиш, ин гуна китобҳоро пеш танҳо дар кишварҳои хориҷа мо медидем чунин сифатро. имрӯз хушбахтона аксарияти чопхонаҳои кишвари мо метавонанд китобҳое ки дар сатҳи ороиши дигар кишварҳои пешрафта бошад чоп кунанд. вале ҷомеа пеш меравад, дигар кишварҳо низ намешинанд дар як ҷо ва рӯз то рӯз ҳамин дастгоҳҳои нашри китоб инкишоф меёбанд, китобҳои бештар чоп мешавад. ва фикр мекунам дар баробари он пешниҳодое ки кардем дар мавриди адибон барои кӯдакон ё ки рассомон барои кӯдакон, ҳамин тарафи масъала низ бояд фикр карда шавад, чораандешӣ шавад ки кӯдакон бештар ба китоб рӯ биёранд. ташаккури зиёд. хаста набошед, воқеан фикру андешаҳои ҷолиб буд атрофи ин мавзӯъ ва ман фикр мекунам агар соатҳои зиёд вобаста ба ҳамин мавзӯъ атрофи ин мавзӯъ баҳсу баррасӣ кунем кам аст. вале ман дар интиҳо мехоҳам ки назари шумо ва пешниҳоди шуморо барои боз ҳам хубтар ба роҳ мондан, барои бартараф кардани мушкилоти ҳамин самт бифаҳмам. инҷо албатта бо назардошти ҳамин пешрафти ҳам фазои интернет, ҳам фазои ҳам технология ва ҳам дар маҷмӯъ рушди соҳаи таълим, чунки маориф ин як системест ки ҳамеша ба таҷаддуду ҳамеша ба таҳаввулот ниёз дорад ва бо назардошти таҳаввулоти рӯзафзуни ҷомеа маориф низ бояд ки рушд кунад. ва ман фикр мекунам ки барои он ки мо кӯдаконро истифодаи дурусти фарҳанги дурусти истифодаи ҳамин технология, интернет, истифода аз шабакаҳои интернетиро омӯзонем, ҳамин гуна як фанни алоҳида бояд ки дар оянда роҳандозӣ шавад бо номи саводи расонаӣ. Хеле муҳим аст, чунки кӯдакони мо фарқ карда тавонанд иттилооти бардуруғ, иттилооте ки мағзи онҳоро шуста мегарданд, мағзшӯӣ мекунад ва иттилооте ки ба манфиати он аст, иттилооте ки онҳоро ба роҳи дуруст раҳнамун карда метавонад. барои он ки фарқи инро раванд, ҳамин гуна як фан зарур аст дар омӯзиш, чунки дар таҷрибаи аксар давлатҳои дунё ҳамин фан омӯхта мешавад ба ҳайси фанни алоҳида дар мактабҳои миёна ё ҳеҷ набошад дар соатҳои тарбиявие ки имрӯз мо дар муассисаи таълимӣ омӯзонда мешавад, ҳамин фан ҷорӣ карда шавад ва кӯдакон истифодаи ҳам маводи иттилооти, ҳам маводи ки дар шабакаи иҷтимоӣ паҳн мешавад, истифодаи онро, истифодаи дурусти онро фаҳмида тавонанд. ман фикр мекунам дар самти таҳияву чопи китобҳо барои кӯдакон мо хеле пешрафтҳо дорем ва агар ҳамин ҷараён албатта бо назардошти ба назар гирифтани баъзе пешниҳодҳову беҳтар кардани сифати китобҳо, як зина аз лиҳози технологӣ ба самти пештар қадам гузоштан, албатта боз ҳам мешавад ин дастовардҳоямонро ба як зинаи беҳтари рушд бирасонем. дар масъалаи норасоии расомон ман тақрибан намоиши ки ба наздикии намоиши байналмилалии китоби душанбе буд дар осорхонаи миллӣ, дар он ҷо китобҳоро аз назар мегзарондам, маъмулан китобҳои донишномаӣ барои кӯдаконро ва дигар китобҳои барои кӯдаконро, чун бахше аз кори мо буд. ҳаминҷа мушоҳида кардам ки китобҳои нав дар баъзе кишварҳои пешрафта расмҳояшон тариқи ҳушни маснуӣ тасвир мешавад, яъне зеҳни сунъӣ мегӯянд, искусственный интеллект. ман фикр мекунам дар самти аз худ кардани ҳамин истифодаи самараноки ҳамин ҳуши маснуӣ бояд баъзе корҳо анҷом дода шавад, чун расмҳоро ман аз назар гузарондам, дар ин китобҳо хеле ҷолиб буданд. ҳатто як дӯсти ман ки бо ин сару кор дошт гуфт ки тасаввур кун ҳозир ман ба ҳуши маснуӣ ки дар интернет аст супориш медиҳам ки як манзараи деҳаи тоҷикӣ тасвир кун ва ӯ як чанд сония пас амира тасвир мекунад. яъне иттилооте ки аз интернет дарёфт. бале истифода кардан аз амин имкониятҳои ҳуши маснуӣ ва баъзе воситаҳои технологии нав барои беҳтар кардани ҳамин сифати китобҳои мо, барои як зина пештар бурдани ҳамин соҳаи мо,
فکر میکنم بسیار خوب مساعدت خواهد کرد. مسئله ذوق چی میشود؟ ذوقی که برای کودکان من البته منظور دستی است، من فکر میکنم نه، منظور این نیست که ما کلا رسومان رو از صحنه بیرون و هوش مصنوعی را جایگزین اینها کنیم. منظور این است که نباید چونانه که امروز از تلفن استفاده می شود و کتاب الکترونی استفاده می شود، نباید اینها همدیگر را کلا از صحنه بیرون کنند، ولی از در پهلوی همدیگر باید استفاده شوند. شرط اساسی به دست خواننده رسانیدن کتاب ها این تشکیل نقطه های سودا در اکثر شهر و ناحیه های جمهوری می باشد. از طریق اداره سودای کتاب جمهوری که چنین یک اداره ما داریم، پیش هم وجود داشت این اداره، همین کار این اداره را به قوت کردن در کار و وقتی که مثلا این کتاب 1000 نسخه چاپ می شود، این اگر 40 سوم است، اگر 5000 نسخه چاپ شود، این نرخ 20 سوم می شود، 15 سوم می شود. یعنی کمک می شود. وقتی که ما خریداری میکنیم کتاب زیادتر به یکدیگر کمک میکنیم. یعنی از حساب یک کتاب برای یکدیگر ما 15-20 سوم فایده میرسونیم. برای همه گونه کتاب، برای بهترین کتاب هم یک تشویق و ترغیب لازم است. برای همین اگر ما کتاب طلایی نویسیم و بدل طلایی نوشته در رفع ها مانیم، این به کی در کار است؟ این همین اون محترم وطن بسیار و درست کردن، همین اون راهی به خواننده رساندن یافتن لازم پیش که همین خیلی کنیم که به خواننده دست باشد. در خصوص تعداد کتاب واقعا این که همیشه نشر کتاب از شماره کودکان ما دیر میماند، خفا میماند. بچه‌های ما بیشتر نسبت به کتاب چی به نشر شماره کتاب از شماره کودکان ما همیشه کمتر میماند. من یک 10-15 باغچه ها رفتم که مواد آموزش چگونه است در کودکستان و دیدم که اکثریتش روسی است و بیشتر کتاب این تشکیلات بین الخلقی استقبال لطافت که اینجا کتابش درست است که همه آنها هم به جوابگوی طلبات کودکان توسعه مکتبی نیست، لیکن زیبا اول بچه صورتش میبیند و شوق و رغبتش به کتابخوانی بیشتر میشه. برای همین من فکر میکنم که برای اون که کتاب بچه ها خرن شوقمند باشن کتابخوانی ها، اینه از کودکستان، چون که محترم گفتم پدر و مادر ها باید کتابخوان باشن و در کودکستان همین خیلی کتاب های خوب چاپ کنیم، دسترس کنیم که شوق و ذوق بچه‌ها به خواندن بیشتر گردد. تشکر زیاد. واقعا فکر و نظرهای خیلی جالب و مهم بودند در این برنامه که شما ارائه کردید، پیشنهاد کردید و مطمئنم که این برنامه برای بیننده نیز پسند آمد. هدف ما از تهیه این گونه برنامه‌ها پیشنهاد همین گونه موضوع‌ها، مسائل‌ها به جامعه است و پیدا کردن راه حل آن. خسته نباشید. تشکر زیاد. همینجا به انتهای برنامه امروزه دور هستیم. دوستان عزیز، به شما روزگاری خوش و تنیسیت تمنا داریم. تا دیدار دیگر خیر.